هش تراکنش چیست؟ هش تراکنش یک کد منحصر به فرد است که به هر تراکنش در شبکه بلاکچین اختصاص داده می شود. این کد مانند اثر انگشت برای یک تراکنش عمل می کند و امکان پیگیری دارد. هش تراکنش ستون فقرات امنیت و شفافیت در شبکه‌های بلاکچین است. این کد منحصر به فرد که به هر تراکنش اختصاص داده می شود، امکان ردیابی دقیق و غیر قابل دستکاری تراکنش ها را فراهم می کند. در این ویدیو به بررسی عمیق مفهوم هش تراکنش، نحوه تولید آن، نقش حیاتیش در تأمین امنیت شبکه‌های بلاکچین و کاربردهای گسترده آن در دنیای رمز ارزها خواهیم پرداخت. از اصول اولیه هشینگ تا پیچیدگی‌های الگوریتم‌های هش و تأثیر آن بر غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها، همه مواردی هستند که در این ویدیو با آنها پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید تا دنیای جذاب هش تراکنش‌ها را کشف کنید. ویژگی‌های کلیدی هش تراکنش. هش تراکنش یکی از اجزای اصلی فناوری بلاکچین است که نقش حیاتی در حفظ امنیت و کارایی شبکه‌های غیر متمرکز ایفا می‌کند. این مفهوم شامل ویژگی‌های خاصی است که آن را به ابزاری قدرتمند برای مدیریت اطلاعات در دنیای دیجیتال تبدیل کرده است. منحصر به فرد بودن. هر تراکنش در بلاکچین با یک هش یکتا مشخص می شود که از طریق الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته تولید می گردد. این ویژگی تضمین می کند که هیچ دو تراکنشی دارای هش مشابه نیستند. این خاصیت برای جلوگیری از تکرار یا جعل داده‌ها اهمیت بسیاری دارد. تغییر ناپذیری. یکی از مهمترین مزایای هش تراکنش تغییر ناپذیری آن است. وقتی یک هش تولید شد، کوچکترین تغییر در داده‌های ورودی باعث تولید هش کاملا متفاوت می شود. این خاصیت بلاکچین را به بستری امن و شفاف برای ذخیره و انتقال داده تبدیل کرده و امکان تقلب یا دستکاری اطلاعات را به حداقل می رساند. سرعت بالا در پردازش. الگوریتم‌های هش‌گذاری به گونه‌ای طراحی شدند که با وجود پیچیدگی بالا بسیار سریع عمل می‌کنند. سرعت بالا در تولید و پردازش هش‌ها باعث افزایش کارایی شبکه‌های بلاکچین می‌شود. امکان پردازش تعداد زیادی تراکنش در زمان کوتاه را فراهم می‌سازد. چرا هش تراکنش در ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟ هش تراکنش یکی از مفاهیم اساسی در فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال است که نقش حیاتی در تضمین امنیت، اعتماد و شفافیت شبکه‌ها ایفا می‌کند. این مفهوم با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته رمزنگاری به بهبود کارایی و قابلیت اطمینان سیستم‌های غیر متمرکز کمک شایانی می‌کند. در ادامه به 3 دلیل اصلی اهمیت هش تراکنش در ارزهای دیجیتال میپردازیم. حفظ امنیت و اعتماد در شبکه. یکی از بزرگترین چالش‌های ارزهای دیجیتال تأمین امنیت شبکه و جلوگیری از حملات سایبری است. هش تراکنش با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی اطمینان می‌دهد که هر تراکنش در بلاکچین به شکلی ایمن و منحصر به فرد ثبت شود. این فرآیند مانع از دسترسی غیر مجاز یا تغییر در داده‌ها می‌شود. به علاوه ویژگی تغییرناپذیری هش باعث ایجاد اعتماد میان کاربران شبکه می شود، چرا که هر گونه تلاش برای تغییر اطلاعات هش جدیدی تولید می کند و آن را به سرعت آشکار می سازد. جلوگیری از دستکاری اطلاعات. بلاکچین به عنوان یک دفتر کل دیجیتال متکی به هش تراکنش برای حفظ تمامیت داده‌های ذخیره شده است. هر بلاک شامل هش بلاک قبلی، هش تراکنش‌ها و داده‌های دیگر است. این ساختار زنجیره‌ای امکان هر گونه دستکاری یا تقلب را به حداقل می‌رساند، زیرا حتی کوچکترین تغییر در یک بلاک کل زنجیره را بی‌اعتبار می‌کند. این خاصیت بلاکچین را به یکی از امن‌ترین فناوری‌ها برای مدیریت اطلاعات مالی و غیر مالی تبدیل کرده است. شفافیت در معاملات. هش تراکنش به کاربران اجازه می‌دهد تا با اطمینان از صحت اطلاعات، مشاهده و تایید تراکنش‌ها بپردازد. در شبکه‌های غیر متمرکز، شفافیت یکی از اصول اساسی است. هش تراکنش نقش مهمی در تحقق این اصل دارد. با وجود اینکه جزئیات تراکنش‌ها به صورت عمومی قابل مشاهده است، اطلاعات حساس کاربران با استفاده از هش‌گذاری محافظت می‌شود، به طوری که حریم خصوصی آنها
آنها حفظ گردد. چگونه هش تراکنش را مشاهده کنیم؟ مشاهده هش تراکنش به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت و جزئیات تراکنش خود را در شبکه بررسی کنند. در ادامه مراحل مشاهده هش تراکنش توضیح داده می‌شود. استفاده از کیف پول دیجیتال. پس از انجام یک تراکنش، هش مربوطه معمولا در بخش تاریخچه تراکنش‌های کیف پول دیجیتال نمایش داده می‌شود. کاربران می‌توانند این هش را کپی کرده و برای بررسی بیشتر به سایر ابزارها منتقل کنند. استفاده از کاوشگر بلاکچین. کاوشگرهای بلاکچین ابزارهای آنلاینی هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و بلاک‌های یک شبکه بلاکچین را نمایش می‌دهند. با ورود به یک کاوشگر مرتبط با ارز دیجیتال مورد نظر، می‌توان هش تراکنش را جستجو، جزئیات آن شامل زمان تراکنش، مقدار ارسال شده، آدرس‌های فرستنده و گیرنده و وضعیت تراکنش را مشاهده کرد. دریافت هش از صرافی. اگر تراکنش از طریق یک صرافی انجام شده باشد، هش تراکنش معمولا در بخش جزئیات تراکنش‌های انجام شده نمایش داده می شود. کاربران می توانند از این طریق هش را به راحتی به دست آورند. تفاوت هش تراکنش با آدرس کیف پول و شناسه تراکنش. در دنیای ارزهای دیجیتال، مفاهیمی مانند هش تراکنش، آدرس کیف پول و شناسه تراکنش نقش اساسی در مدیریت تراکنش‌ها ایفا می‌کنند. این اصطلاحات ممکن است مشابه به نظر برسند، اما هر کدام کاربرد و مفهوم منحصر به فردی دارند. هش تراکنش. هش تراکنش یک کد رمزنگاری شده یکتا است. با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته ایجاد می‌شود و نماینده داده‌های تراکنش است. این هش به عنوان اثر انگشت دیجیتال تراکنش عمل کرده. برای شناسایی و تایید صحت اطلاعات در شبکه بلاکچین استفاده می‌شود. آدرس کیف پول. آدرس کیف پول یک رشته کاراکتر است که به عنوان شناسه عمومی کاربران در شبکه بلاکچین عمل می‌کند. کاربران از این آدرس ها برای ارسال یا دریافت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برخلاف هش تراکنش که فقط برای یک تراکنش خاص است، آدرس کیف پول متعلق به یک کاربر بوده و ممکن است در بسیاری از تراکنش‌ها استفاده شود. شناسه تراکنش به یک کد یکتا اطلاق می شود که نماینده یک تراکنش خاص است و برای پیگیری تراکنش ها در شبکه به کار می رود. در برخی شبکه ها شناسه تراکنش همان هش تراکنش است، اما در بعضی دیگر ممکن است تفاوت‌هایی در ساختار یا کاربرد داشته باشد. مشکلات و محدودیت‌های هش تراکنش. مانند هر فناوری دیگری، هش تراکنش نیز با چالش‌ها و محدودیت‌های همراه است. در ادامه به مهمترین آنها می‌پردازیم. وابستگی به قدرت محاسباتی. ایجاد هش تراکنش نیازمند الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته است که به قدرت محاسباتی بالا وابسته‌اند. این موضوع می‌تواند برای شبکه‌هایی با تعداد زیادی تراکنش، خصوص در زمان‌هایی که حجم فعالیت‌ها افزایش می‌یابد، باعث کندی و افزایش هزینه شود. غیر قابل بازیابی بودن داده‌ها. یکی از ویژگی‌های هش این است فرایند رمزنگاری یک طرفه است. بدان معناست که نمی‌توان از هش به داده‌های اصلی رسید. اگر اطلاعات ورودی از دست بروند، هش تراکنش به تنهایی نمی‌تواند آنها را بازسازی کند. به این موضوع می‌تواند در برخی موارد مانند از دست دادن کلید خصوصی مشکل ساز باشد. حساسیت به تغییرات کوچک. هش تراکنش به شدت به داده‌های ورودی وابسته است. حتی کوچکترین تغییر در این داده‌ها یک هش کاملا متفاوت تولید می‌کند. این ویژگی هرچند امنیت را افزایش می‌دهد، اما می‌تواند در برخی موارد مانند خطاهای انسانی در وارد کردن داده‌ها باعث ایجاد مشکلات شود. پیچیدگی در فهم عمومی. هش تراکنش مفهومی فنی است که برای کاربران عادی ممکن است به راحتی قابل درک نباشد. این عدم شفافیت ممکن است منجر به سردرگمی کاربران شود، به خصوص هنگام بررسی تراکنش‌ها یا حل مشکلات مرتبط با آن. نمونه‌هایی از هش تراکنش در بلاکچین‌های مختلف.
هش تراکنش در بلاکچین ها به عنوان یک شناسایی یکتا برای هر تراکنش عمل می کند و به کاربران و شبکه ها اجازه می دهد تراکنش ها را ردیابی و تایید کنند. هر بلاکچین از الگوریتم های خاص خود برای تولید هش استفاده می کند. در نتیجه ساختار و ظاهر هش ها ممکن است این شبکه ها متفاوت باشد. در ادامه به نمونه‌ای از هش تراکنش در بلاکچین های معروف اشاره می کنیم. شبکه بیت کوین هش تراکنش با استفاده از الگوریتم SHA-256 تولید می شود. هش به شکل یک رشته 64 کاراکتری شامل اعداد و حروف کوچک و بزرگ است. اتریوم از الگوریتم KECCAK256 برای تولید هش تراکنش استفاده می کند. هش های تراکنش اتریوم نیز 64 کاراکتری هستند اما معمولاً با پیشوند 0x نمایش داده می شوند. در بلاکچین ریپل هش تراکنش به صورت یک رشته طولانی منحصر به فرد نمایش داده می شود که برای شناسایی تراکنش ها به کار می رود. شبکه ترون نیز هش تراکنش های مشابه با اتریوم تولید می کند. بر اساس الگوریتم SHA-3 هستند با پیشوند 0x قابل شناسایی اند. هر بلاکچینی هش تراکنش های خاص خود را تولید می کند که بر اساس الگوریتم رمزنگاری آن شبکه است. این هش ها برای ردیابی، تایید و امنیت تراکنش ها در تمامی بلاکچین ها حیاتی هستند. ساختار یکتایی آنها امکان تشخیص دقیق هر تراکنش را فراهم می کند. نکاتی که باید هنگام بررسی هش بدانید. هنگام بررسی هش تراکنش در بلاکچین ها توجه به نکات خاصی می تواند به شما کمک کند. از صحت و امنیت اطلاعات اطمینان حاصل کنید. این نکات به شما امکان می دهد دقیق تر و کارآمدتر تراکنش ها را ردیابی و تایید کنید. یگانگی هش تراکنش باید یکتا باشد. هر هش نماینده یک تراکنش خاص در بلاکچین است و هیچ دو تراکنشی نباید هش مشابهی داشته باشند. در دو تراکنش هش یکسانی داشته باشند می تواند نشانه ای از مشکل در شبکه یا حمله به سیستم باشد. تغییر ناپذیری هش ها به گونه‌ای طراحی شدند که حتی کوچکترین تغییر در داده های تراکنش باعث تغییر کل هش می شود. این ویژگی به امنیت تراکنش ها کمک می کند. اگر شما تغییراتی در اطلاعات تراکنش مشاهده کردید، هش آن باید به طور قابل توجهی تغییر کرده باشد. جستجو در کاوشگر بلاکچین. برای بررسی هش تراکنش توانید از کاوشگرهای بلاکچین مانند اتر اسکن برای اتریوم و blockchain.com برای بیت کوین استفاده کنید. ابزارها به شما این امکان را می دهند تا جزئیات تراکنش ها را بر اساس هش مشاهده کنید. دقت در وارد کردن هش. اینا به وارد کردن هش برای جستجو دقت کنید. رشته هش را به طور کامل وارد کنید، زیرا هر اشتباه کوچک می تواند شما را به اطلاعات اشتباهی هدایت کند. بررسی وضعیت تراکنش. کاوشگرهای بلاکچین می توانید وضعیت تراکنش را مشاهده کنید. این وضعیت می تواند نشان دهنده تایید یا در انتظار بودن تراکنش باشد. هش تراکنش یا شناسه تراکنش یک کد یکتا و رمزنگاری شده است. برای شناسایی و پیگیری تراکنش ها در بلاکچین استفاده می شود. هش نماینده اطلاعاتی چون مقدار ارز منتقل شده، آدرس های فرستنده و گیرنده، زمان تراکنش است. هش تراکنش به طور خاص به هر تراکنش اختصاص داده می شود و امکان تایید صحت آن را فراهم می کند. در بیشتر شبکه‌های بلاکچین هش تراکنش پس از انجام هر تراکنش به طور خودکار تولید می شود. هش در کاوشگرهای بلاکچین قابل جستجو است و کاربران می توانند با وارد کردن TXID جزئیات کامل تراکنش را مشاهده کنند. به عنوان مثال در بیت کوین و اتریوم هش تراکنش به صورت رشته‌ای از حروف و اعداد نمایش داده می شود. هش تراکنش از آن جهت مهم است به امنیت و شفافیت بلاکچین کمک می کند. هر گونه تلاش برای تغییر اطلاعات تراکنش سرعت توسط تغییر هش شناسایی می شود. علامه آخر کنزیکس. نهایت هش تراکنش یک کد یکتا و رمزنگاری شده است. برای شناسایی و تایید تراکنش ها شبکه‌های بلاکچین استفاده می شود.
هش ها به طور خودکار برای هر تراکنش تولید می شوند. کمک آنها می توان جزئیات تراکنش ها را در کاوشگرهای بلاکچین بررسی کرد. چه تراکنش ویژگی هایی مانند یگانگی و تغییر ناپذیری دارد، امنیت شبکه را تأمین می کند، از دستکاری داده ها جلوگیری می کند. طور کلی هش تراکنش ابزاری حیاتی برای شفافیت، تایید و ردیابی تراکنش ها در بلاکچین است.